قصر پغمانی که در منطقه زیبای پغمان کابل واقع شده است، یکی از اماکن تاریخی و تفریحی مهم افغانستان به شمار می‌رود. این قصر در میان باغ‌های سرسبز و منظره‌های چشم‌آواز کوهستانی قرار دارد که فضایی آرامش‌بخش و دلپذیر برای بازدید کنندگان فراهم می‌آورد. قصر پغمان در دوره شاه امان الله خان ساخته شده و به عنوان نمادی از مدرنیزاسیون و پیشرفت در افغانستان شناخته می‌شود. اطراف قصر پغمان با باغ‌های گسترده، آبنماها و مسیرهای پیاده‌روی مزین شده است که تجربه‌های لذت بخش برای گردشگران داخلی و خارجی به ارمغان می‌آورد. این منطقه همچنین محلی مناسب برای برگزاری جشن‌ها و رویدادهای فرهنگی بوده و در طول تاریخ میزبان نشست‌ها و مهمانی‌های رسمی بوده است. پغمان به دلیل آب و هوای خنک و دلپذیرش در فصل تابستان، یکی از محبوب‌ترین مناطق تفریحی مردم کابل است. بازدید از قصر پغمان فرصتی است برای آشنایی با معماری تاریخی افغانستان و لذت بردن از طبیعت بکر و زیبای این منطقه.